محترم مولوی صاحب عبدالسلام حنفي ته په درنښت بلنه ورکوو چې د وینا لپاره دریځ ته تشریف راوړي. مولوی صاحب حنفي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأيضا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله المولانا العظيم. حاضرین محترم، هیئت رهبری اکادمی علوم، استادان و شخصیت‌های اکادمیک، مهمانان و ژورنالیستان عزیز، همه حاضرین در تالار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست جا دارد از هیئت رهبری اکادمی علوم به ویژه از جناب شیخ صاحب به مناسبت تدویر این سمینار علمی و اکادمیک درباره جذب سرمایه گذاری و در این رابطه پالیسی امارت اسلامی افغانستان اینچنین محفل و سمینار اکادمیک را تدویر نمودند، از صمیم قلب تشکری نمایم. حضار محترم، در آیه اول الله متعال گرچه درباره آمادگی نظامی اشاره شده است، اما به طور کلی شامل آمادگی در همه زمینه‌ها می شود. الله متعال می فرماید که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این شامل اقتصاد، فرهنگ، علم، تکنولوژی همه می شود. باید در همه زمینه‌ها ما آمادگی داشته باشیم تا بتوانیم از نظام اسلامی و همچنان از استقلال، از آبرو و حیثیت وطن خود دفاع کنیم. و در آیه دوم الله متعال می فرماید سست نشوید و غمگین نگردید، شما پیروز هستید اگر مؤمن باشید. و در اینجا هم اشاره قوی برای مؤمنان است. باید مسلمان ها و مؤمنین با داشتن ایمان هیچگاه غمگین هم نشوند، در این باره سستی هم نکنند، در همه عرصه ها توجه خاص داشته باشند. با ویژه اقتصاد در پیشرفت سایر بخش‌های جامعه نقش اساسی دارد و اسلام با توصیه به تولید به دنبال جامعه مرفه و عادل است. در صورتی که یک جامعه اقتصاد نداشته باشد، در او صورت نمیتواند در هیچ عرصه کاری بکند، نه در عرصه تکنولوژی، نه در عرصه دفاع از استقلال و آبرو و حیثیت. از این خاطر این مسئله جایگاه خاصی دارد. سامعین محترم، افغانستان بعد از نیم قرن اکنون امنیت و آرامی را تجربه می کند. الحمدلله بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان در همه جغرافیای افغانستان امنیت تأمین است
فساد اداری ختم شده و مواد مخدر که یک مصیبت بزرگ برای جامعه افغانستان و همچنان برای دیگران بود کلاً منع شده است. برای فعلا نه کسی اجازه دارد در افغانستان کشت زراعت کند و نه کسی تجارت و قاچاق مواد مخدر کرده میتواند. در این عرصه از طرف امیرالمومنین صاحب حفظه الله یک قانون خیلی سختگیرانه منظور شده است. اگر کسی همراه 3 گرم مواد مخدر اگر دستگیر شود، از 3 ماه گرفته تا 10 سال حبس شده میتواند. از این خاطر در این باره یک پالیسی خیلی قوی تدوین شده است و به شکل قوی عملی می شود. و در سالهای گذشته بنابر احصایه های مختلف از 3 میلیون تا 5 میلیون جوانان و ملت افغانستان به مواد مخدر معتاد شده بودند و بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان تداوی آنها به شدت ادامه دارد. الحمدلله اکثر معتادین تداوی شده است و فعلا هم تداوی آنها جریان دارد. ما امیدوار هستیم اونها پس جایگاه خود در جامعه ما پیدا کنند، به حیث یک عضو سالم جامعه ما با سرپرستی فامیل خود و همچنان با جامعه ملت افغانستان به شکل مؤثر زندگی داشته باشند و با آبادی وطن سهم بگیرند. امارت اسلامی افغانستان همیشه از جذب سرمایه گذاری در وطن عزیز ما قویاً حمایت کرده است. در این باره پالیسی های بسیار واضح مدون شده است و چی سرمایه گذارای داخلی ما هست و چی سرمایه گذارای بیرونی است. برای همه امارت اسلامی افغانستان به شکل واضح اعلان کرده است که ما از سرمایه گذار داخلی و همچنان بیرونی از همه حمایت میکنیم. ما امارت اسلامی افغانستان آماده هر نوع تسهیل برای سرمایه گذاران در افغانستان می باشد. الحمدلله سکتورهای مختلف آماده سرمایه گذاری می باشد. از استخراج معادن گرفته الحمدلله افغانستان انواع مختلف معادن را دارد. تا حال اکثرا دست نخورده باقی مانده است و امارت اسلامی افغانستان از سرمایه گذاری در بخش معادن، در استخراج، در سروی، در تفحص و پروسس در داخل افغانستان حمایت میکند و همچنان سکتور انرژی، سکتور ترانسپورت و انتقالات و سکتور مخابرات و سکتورهای دیگر همه آماده جذب سرمایه گذاری است. امارت اسلامی افغانستان در این بخشا از همه مکمل حمایت میکند و آماده هر نوع تحصیل در این بخشا می باشد. اهمیت تولیدات داخلی در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، خودکفایی و شکوفایی استعدادهای داخلی بسیار زیاد مهم می باشد. امارت اسلامی افغانستان با حمایت از تولیدات داخلی، اقتصاد ملی تقویت شده و می توان وابستگی به کالاهای وارداتی را کاهش دهد. در صورتی که تولیدات داخلی ما و شما تقویت شود، ما بتوانیم صادرات خود زیاد کنیم. در این صورت تمام استعدادها هم رشد می کند. برای جوانای عزیز ما هم کاریابی و اشتغالزایی صورت می گیرد و در این صورت احتیاجات ما و شما به دیگران
تا حد زیاد کم می شود. فواید تولیدات داخلی خیلی زیاد می باشد. اولا همی است که رشد اقتصادی و اشتغالزایی، حمایت از تولیدات داخلی منجر به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می شود. دوم، خودکفایی و استقلال است. با کاهش واردات و افزایش تولیدات داخلی، کشور عزیز ما به سمت خودکفایی حرکت کرده و وابستگی کمتری به کشورهای دیگر خواهد داشت. سوم، افزایش درآمد. تولیدات داخلی می تواند به افزایش عواید و درآمد ملی ما قابل توجه کمک کند و در نتیجه GDP کشور عزیز ما بالا می رود. و چهارم، شکوفایی استعدادهاست. با حمایت از تولیدات داخلی، استعدادها و نوآوری‌های داخلی شکوفا می شوند و افراد تشویق به ابتکارات جدید می گردند. پنجم، کاهش ضربه اقتصادی. وابستگی بیش از حد به کالاهای وارداتی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند. استفاده از تولیدات داخلی از این ضربه جلوگیری می کند. ششم، افزایش صادرات. با بهبود کیفیت و کمیت در تولیدات داخلی می توان زمینه را برای صادرات به کشورهای دیگر فراهم کرد و به یک کشور صادرکننده تبدیل شد. هفتم، همکاری دولت و حکومت و سکتور خصوصی در ایجاد زیرساختها نهایت مهم می باشد. مثل ساختن سردخانه‌های معیاری به کشاورزان. این امر کمک می کند تا محصولات خود را به شکل بهتر نگهداری و عرضه مارکت نمایند. هشتم، ایجاد تسهیلات بانکی و مالی هم در این راستا نهایت مهم می باشد. نهم، همچنان تسهیلات تجاری از قبیل ایجاد سیستم‌های الکترونیکی در ادارات به تسهیلات صادرات و واردات کمک خواهد کرد. امارت اسلامی افغانستان در این راستا خیلی کوشش‌هایی را انجام داده است تا ادارات ما از کاغذپرانی و از بیوکراسی به طرف ای گورنمنت یا حکومتداری برقی و دیجیتالی پیش برود، تا یک تاجر وقتی که می خواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، در یک اداره مراجعه می کند، مامور عریضه از او را می گیرد، در زیر کاغذ می ماند، 2 روز 3 روز همینطور می گردد. در صورتی که یک هفته 4 روز 5 روز همین قسم در ادارات مختلف سرگردان بگردد، در اخیر هفته بالاخره دل سرد می شود، پس می رود از وطن. از این خاطر این مسئله نهایت مهم است. در این راسته شما استادای عزیز هم میتونین راههای کوتاه و راههای مؤثر را چه قسم میتونیم ما و شما به طرف ای گورنمنت بریم، چه قسم میتوانیم ادارات با هم دیگر لینک شوند، معلومات همدیگر استفاده بکنند. میتونین در این باره سمینارهایی را دایر کنین و مقالاتی را نوشته کنین و ادارات مختلف را در این راستا شما راهنمایی بکنین. و همچنان تامین انرژی پایدار به کارخانه ها و پارک‌های صنعتی و همچنان حمایت از نمایشگاه ها
به حمایت از تولید کنندگان و بازاریابی برای تولیدات آنها کمک خواهد کرد. این مسائل هم خیلی مهم می باشد. متاسفانه ما شما مشکلات انرژی داریم در همه وطن و یک مشکلی است که در طول همین سالها یک بند بزرگ آب اگر ساخته شده باشد از او مشکل ملت افغانستان حل شده باشد، قطعا نشده است این کار. برای فعلا تمام تولیدات ما و شما از 300 مگاوات شاید اضافه تر نباشد. همه برقی که داریم از کشورهای بیرونی از همسایه ها وارد می شود، از ایران و از تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان، از 4 کشور ما واردات داریم. الحمدلله بعد از حاکمیت امارت اسلامی افغانستان در بخش سرمایه گذاری تولید انرژی از گاز، از بندهای آب، از باد و از دیگر چیزهایی که اموراتی که انرژیزا هستند الحمدلله توجه خاص صورت گرفته است و همچنان به خاطر 24 ساعته ساختن برق هم کارهای صورت گرفته است تا بتانیم ما برقای وارداتی را به پایتخت و به دیگر کشورهای جنوبی و شرقی و به اون طرف ها هم انتقال داده بتانیم. برای فعلا لاینی که از شمال به کابل آمده است 220 کیلوولت است، ظرفیت انتقال بیشتر انرژی را ندارد. برای فعلا در 2 نقطه کار جریان دارد. ما امیدوار هستیم 500 کیلوولت هر چی زودتر به اتمام خود برسد. در ظرف 1.5 الی 2 سال انشالله برق ما با 24 ساعته ارتقا پیدا کند و بعداً پارکای صنعتی و دیگر فابریکجات ما و شما یا تجارای ملی ما و شما به فکر آرام بتانند به سرمایه گذاری و در این راستا کار بکنند. حضار محترم و یک خواهش شما از تاجرای ملی ما و از سرمایه گذاران همی است که چه کالاها را از بیرون تولید میکنند و یا در داخل تولید میکنند باید به کیفیت هم توجه خاص داشته باشند. اشیای به کیفیت را نه از بیرون تولید کنند و نه در داخل تولید کنند. از یک طرف این به صحت همه جامعه ما بسیار تاوان سخت میرساند. باور کنین چند وقت پیش دواهایی که از کشورهای همسایه در اینجا تولید می شوند ما در اینجا در لابراتوار ما شما چک کردیم، اکثرا حتی انتیبیوتیک، حتی به نام مولتی ویتامین و غیره دواهایی که در اینجا وارد شده بود اکثرا منفی بودند. ما از او چی توقع داشته باشیم که به علاج یک مریض هم کاری بکند؟ هنوز مریضتر می سازد. از این خاطر این کار اگر تاجرای خود ما اگر به این داخل نباشند از بیرون کسی کار کرده نمیتواند. از این خاطر خواهش جدی ما از تاجرای ما هم همی است که هم در بخش مواد غذایی و هم در بخش ادویه‌جات و هم دیگر مسائل باید در کیفیت توجه خاص داشته باشند. چیزای به کیفیت اگر اینا تولید کنند سبا هیچ کس نمیخره در مارکت باز. البته افغانستان عزیز با وجودی که در بخش‌های مختلف گام‌های مثبت برداشته شده است و به بعض چالش‌ها هم البته روبرو بوده است، مثل حوادث‌های طبیعی، مثل زلزله‌ای که در کنر و لغمان واقع شد و یا در این اواخر در ولایت سمنگان و بلخ رخ داد. عده بزرگی از هموطنان عزیز ما شهید و زخمی شدند و خانه‌هایشان ویران گردید. از الله متعال برای همه شهدا جنت الفردوس و به همه کسایی که زخمی شدند یا اموال خود از دست دادند برای از اونها هم
شفای عاجل و صبر جمیل میخواهیم. و از ابی تریبیون خواهش ما از همه تاجرای ملی و از همه افغانای ما، از همه وطندارای عزیز ما که چی در داخل هستند چی در بیرون هستند، همی است که در این عرصه هم برای کسایی که با واسطه حوادث‌های طبیعی متضرر شدند و هم بخش بزرگی از مهاجرینی که به شکل اجباری از کشورهای همسایه در افغانستان آمدند. در حدود 4.5 میلیون مهاجر در افغانستان به شکل اجباری از کشورهای همسایه عودت کردند. باور کنین اکثرا با یک لباس به وطن آمدند، هیچ چیزی ندارند. البته از طرف امارات اسلامی افغانستان همکاری هایی که در توان داشتیم و را انجام دادیم. وقتی که اونها در داخل وطن عزیز خود می شوند، از امون نقطه از ثبت و تثبیت، اسکان موقت، تداوی، تهیه خوراک و دوا و آب آشامیدنی، ترانسپورتیشن، از امون نقطه تا به ولایت مربوطه ایشان به شکل مجانی با مصارف امارات اسلامی افغانستان انتقال می شود. به هر عضو فامیل، یک فامیلی که اگر 5 نفره باشد به هر نفر 2000 افغانی، یعنی اگر فامیل 5 نفره بود 10,000 افغانی امروز از اون نقد کمک صورت می گیرد. این چیزایی است که از طرف امارات اسلامی افغانستان صورت گرفته است. در آینده هم هر چیزی که ما در توان داشته باشیم انشاءالله او را انجام میدیم. لیکن خواهش ما از همه تاجرای ما، تاجرای ملی ما، اهل خیر و از همه ملت افغانستان همی است که چون که زمستان پیش رو هست، همه واقعا سخت ضرورت دارند. هر کس به اندازه توان خود در این پروسه باید سهم بگیرند تا او برادرها و خواهرایی که در زلزله متضرر شدند و یا از کشورهای همسایه به شکل اجباری اخراج شدند، هر چیزی که در توان دارین باید همراه از اینا همکاری بکنید. اگر یک بوتل آب همکاری کرده میتونید، یک لباس همکاری کرده میتونید، یک لحاف و یک کمبل همکاری کرده میتونید. در هر بخشی که توان دارین در خانه تان اضافه هست، همراه از اینا همکاری بکنین تا بتانیم ما و شما با کم ساختن و رنج علم و از اینها دخیل شویم و سهم بگیریم. برادران نهایت عزیز، امارت اسلامی افغانستان در بخش تسهیل سرمایه گذاری و در بخش جذب سرمایه گذاری الحمدلله با همه امکانات آماده است، هم تاجرای ملی و هم تاجرای بیرونی را در این بخش حمایت کند و تسهیل کند. پالیسی امارت اسلامی افغانستان همی است که با همه، هم با همسایه ها و هم با دیگران بر اساس احترام متقابل سکونت داشته باشیم، روابط حسنه داشته باشیم. ما خواهان حل همه مسائل از طریق دیالوگ و مذاکرات هستیم و جنگ را به خیر هیچ یکی از طرفین نمیدانیم. باید همه مسائل بر اساس یک طرح معقول، منطقی، استوار بر احترام متقابل و بر اساس برد یا وین وین باید حل شود و هر دو کشور به صلح و امنیت با هم زندگی داشته باشند، با هم روابط و تعلقات دوستانه داشته باشند. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. ما با هیچ کس
نه حمله کردیم، نه تجاوز کردیم، نه در آینده میکنیم. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. اگر کسی دیگر بیاید در اینجا در وطن عزیز ما اگر تجاوز کند، در او صورت خو دفاع هم حق اسلامی ما هست، هم حق وطنی ما هست، این هم حق بین المللی ما است. در او صورت در غیر از او ما به کسی تجاوز نمی کنیم. بر اساس احترام متقابل روابط حسنه می خواهیم با همه. از این خاطر زیادتر وقت شما را نمیگیرم. استادای عزیز و همه حاضرین محترم، در این بخش انشالله مقالات مختلف از طرف محققین، از طرف استادای عزیز، از طرف شخصیت های اکادمیک ارائه خواهد شد. انشالله همه این مقالات مدون خواهد شد. از این نظرات شما ادارات سکتوری و همه ادارات امارت اسلامی افغانستان انشالله استفاده خواهد کرد. از توجهتان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.